به نام خدا، سلام و خسته نباشید. امیدوارم که حالتون عالی باشه. به ویدیو معرفی دوره متخصص پایتون خوش اومدید. من رضا دولتی هستم و اگر بخوام یه معرفی خیلی کوتاه از خودم داشته باشم، باید بگم که 8 ساله در زمینه برنامه‌نویسی فعالم. با زبان C++ شروع کردم و الان چند ساله که با پایتون کار میکنم. هم بنیانگذار و توسعه دهنده بک‌اند وبسایت فروشگاهی دستگنج با پایتون هستم. دانشجوی ارشد امنیت دانشگاه سراسری تبریزم و همینطور توی فیلد امنیت و هوش مصنوعی فعالیت میکنم. شما نباید اشتباه کنید. چرا؟ چون ما یک بار این اشتباهو کردیم، زمان هدر دادیم، هزینه هدر دادیم، تجربه کسب کردیم و نمیذاریم شما هم مرتکب این اشتباه بشید. هیچ کس همه چیز رو بلد نیست. همیشه وقتی میخواستم این کاری رو انجام بدم یه مسئله‌ای توی ذهنم وجود داشت و اون این بود که نکنه راه بهتری برای انجام دادنش هم باشه، نکنه مسیری که دارم میرم اصولی نباشه. یه سری افراد توی دنیای برنامه‌نویسی کمالگران دوست دارن همه چیز رو با هم یاد بگیرن، زبان‌های برنامه‌نویسی، وب، موبایل. حتی وقتی میرن سمت یه چیزی بازم دوست دارن اونو کامل یاد بگیرن، کوچیکترین چیزی ازش جا نمونه. متاسفانه یا خوشبختانه من هم جزو این دسته افراد بودم. یه تومار خیلی بلند از چیزایی که می‌خواستم یاد بگیرم مینوشتم و بازم وقتی هر کدوم از گزینه‌های لیستم رو انتخاب می‌کردم نمیتونستم به تهش برسم، از بس توش عمیق می‌شدم. دنیای کامپیوتر یه اقیانوسیه که اگر از اولین ثانیه تولدت تا آخرین ثانیه مرگت مشغول یادگیری باشی، باز هم قطره‌ای بیشتر توی این اقیانوس بزرگ نیست و من هم این مشکل رو نمیتونستم تا آخر ادامه بدم. اینجا بود که بعد از خرید کلی کتاب و جزوه برداری از صدها سایت و اینا این قضیه رو هندل کردم و به ترکیبی از کمالگرایی و واقع بینی رسیدم. کامل یاد بگیر، اما فقط اون چیزی که نیاز داری. اینجا بود که هر جایی خواستم برم سراغ یادگیری، اول این سوال رو از خودم پرسیدم: به درد هدف من میخوره در حال حاضر یا باید اولویتش بمونه برای بعدن؟ حالا من با دوره‌ای در خدمتتونم که هم با حساسیت بالا کامل و دقیق جلو میره تا شما رو از هر سایت و کتاب و دوره و کلاس دیگه بی‌نیاز کنه و هم این که هیچ چیز اضافه و زائدی رو که فقط زمان و هزینه‌تون رو هدر میده نخواهد داشت. در ادامه در مورد دوره بیشتر باهاتون صحبت میکنم. از جایی که توی ویدیوی بعدی به صورت مفصل‌تر در مورد پایتون صحبت می‌کنیم و توی این ویدیو هدفم معرفی دوره پایتون هستش، خیلی راجعش حرف نمیزنم و به این اکتفا میکنم که بهتون بگم من بعد از تجربه کار کردم با زبان‌های مختلف باید بگم که خیدو فان روسوم خالق زبان برنامه‌نویسی پایتون یک برنامه‌نویس نبوده، بلکه یک هنرمند بوده. پایتون بین همه زبان‌های برنامه‌نویسی یک اثر هنری به شدت زیبا محسوب میشه. من هیچ زبانی رو ندیدم که در عین این همه سادگی انقدر قابلیت داشته باشه. بهتون قول میدم اگه به برنامه‌نویسی علاقه‌مند باشید و پایتون رو برای برنامه‌نویسی انتخاب کرده باشید، نه تنها محال پشیمون بشید، بلکه شما هم مثل من دیوونه‌وار عاشقش خواهید شد. به احتمال زیاد خیلی جاها شنیدین که توصیه میکنم برای شروع برنامه‌نویسی اول نرین سمت پایتون، چون پایتون زبان سطح بالا و راحتیه و بهتره با یه زبان پایه مثل C یا C++ شروع کنید تا کاملا به مفاهیم پایه‌ای تسلط پیدا کنید. اما واقعا این حرف درسته؟ باید بگم بله، کاملا درسته. اما اگر ریا نشه باید بگم به خاطر تسلط من به زبانهای برنامه‌نویسی پایه‌ای مثل C، C++ در تمام طول دوره، در عین حالی که مباحث عادی رو بهتون خواهم گفت، مباحث حرفه‌ای و پیشرفته رو بهتون خواهم گفت، مباحث پایه‌ای اون موضوع رو بهتون میگم و حتی اگر لازم باشه به زبانهای برنامه‌نویسی دیگه هم سر میزنم و اونجا هم کد میزنم اگر لازم باشه تا کوچکترین نکته جا نمونه و زیرساخت و پایه برنامه‌نویسی شما به بهترین شکل صورت بگیره. ما توی این دوره با یک تیر 2 تا نشون میزنیم. پس تا اینجا ما یه تفاوت خیلی زیاد با سایر دوره ها داریم. تدریس پایتون توی سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته هم
فقط در ظاهر و سرفصل‌ها با سایر دوره‌ها مشابهه، چون انقدر این دوره کامل و ریزبین هستش و انقدر تمرین و مثال براش حل میشه که کوچکترین نکته آموزشی ازش جا نمیمونه و عجله‌ای هم نداریم که خیلی جمع و جور و خلاصه و فیلتر شده تحویل مخاطب بدیم و بگیم آره تموم شد. البته خیلی جاها حتی تو سرفصل‌ها هم خیلی مباحث رو ما داریم که بقیه ندارن. اما بعد از همه اینا دوره ما مباحث تخصصی تری هم داره که هیچ جای دیگه در موردش صحبت نمیشه. از الان نمیگم چیا، اما مطمئن باشید با کلی کتابخونه خفن و کلی مباحث جدید پایتون که تازه 6-7 ماه با نسخه جدید پایتون معرفی شده سورپرایز خواهید شد. راستی سرفصل‌های اصلی دوره هم تو صفحه پایتون وبسایت سبزلرن موجوده که میتونید سر بزنید، اما این سرفصل‌ها به مرور زمان آپدیت تر هم میشن و سرفصل‌های جدیدتر و موضوعات متفاوت‌تری هم بهش اضافه میشه. این دوره به درد کیا میخوره؟ راستش اولش میخواستم این تیتر رو اینجوری بنویسم: این دوره به درد کیا نمیخوره. بعد دیدم هیچ جوابی براش ندارم و شد به درد کیا میخوره. از شوخی گذشته، واقعا مگه جایی هست که پایتون خودش رو نشون نداده باشه؟ اگه شما دانشجویید و میخواید پروژه یا پایان نامه کار کنین، اگه میخواین توسعه دهنده وبسایت بشین، اگه میخواین هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و یادگیری عمیق کار کنید، اگه میخواید وارد فیلد امنیت بشین، اگه میخواید گیم کار کنید و کلا هر چه دیگه که میخواید کار کنید، سلام پایتون. حالا تو ویدیوهای بعدی در مورد کاربرداش مفصل‌تر هم بهتون در واقع توضیح میدم، ولی خیالتون راحت باشه که پایتون آچار فرانسه زبان‌های برنامه‌نویسیه. پیش نیازهای این دوره توهیه. در واقع اصلا خود این دوره پیش نیازیه برای کلی دوره خفن دیگه مثل دوره‌های هوش مصنوعی، توسعه وبسایت با جنگو و کلی دوره دیگه. ما تو دوره حتی اگه به مبحثی جدا از پایتون هم نیاز داشتید راجعش صحبت می‌کنیم و توضیحات لازمه رو بهتون میگیم تا لازم نباشه هی اینور اونور برید و حالا مطالب مختلف رو مطالعه کنید. یه بخش قدرتمند دیگه برای دوره ما اینه که اولا ما حین آموزش کلی مثال حل می‌کنیم تا کامل اون مبحث جا بیفته. بعد به این قناعت نمی‌کنیم و کلی هم تمرین مشخص می‌کنیم که شما توی خونه حل کنید. از هر چند جلسه به بعد هم مینی پروژه هایی میزنیم تا یه جنبندی از مباحث گفته شده داشته باشیم و در نهایت هر جای ایراد و اشکالی داشتین همیشه به ما دسترسی دارید و ما نظرات شما و سوالات شما رو میخونیم و جواب میدیم. ویژگی مورد علاقه خودم توی این دوره کامل بودنشه. فکر کنید سبزلنگ آکادمی حساسه که دوست داره دوره‌هاش به شدت کامل جلو برن. از اون طرف بچه‌هایی که منو میشناسن میدونن من چقدر روی کامل بودن دوره‌ها حساسم و نمیذارم کوچکترین نکته جا بمونه. حالا ببینید ترکیب این دوتا چی میشه و این دوره چقدر میتونه کامل باشه. شاید بگید دیگه کامل تر از کتاب و اینا که نمیتونه باشه، بالاخره دوره ویدیویی دیگه. باید بگم در عین ناباوری حتی کامل تر از کتابه. اگه شما کتاب هم داشته باشین بعد دیدن ویدیوی پایتون باید برین حاشیه نویسی کنید برای اون کتابتون و نکاتی که من میگم رو بهش اضافه کنید تا کامل تر بشه. شما مباحثی رو که من بهتون میگم دیگه نیاز نیست هیچ سایت و کتاب و دوره و کلاسی برید تا چیز بیشتری یاد بگیرید، چون محال چیزی جا بمونه و اگر هم داستان بشر جایزالخطاست رخ بده و یه چیزی رو فراموش کرده باشم به سرعت برق و باد دوره آپدیت میشه و اضافه میشه اون چیزی که جا افتاده به لیست ویدیوها و تمام. برنامه نویسی که فقط کد نویسی نیست. برنامه نویس اگه ندونه چطور مسئله رو حل کنه اون کدها و دستورات اصلا به دردی نمیخورن. من سعی میکنم آموزش‌ها رو به شکلی جلو ببرم که بهتون شیوه فکر کردن و حل مسئله رو یاد بدم. از طرفی کد کدینگ و کد نویسی تمیز رو هم رعایت کنید تا کدها تو خانه‌تر و تمیزتر جلو برن. همینطور شما یاد میگیرید همیشه دنبال الگوریتم‌های بهینه‌تری باشید و بین ده‌ها راه حل اونی رو انتخاب کنید و بنویسید که دارای کد کوتاه‌تر یا زمان اجرای سریع‌تر یا مصرف حافظه کمتری هستش. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم اگر تصمیم گرفتید که ادامه این دوره رو هم همراه من باشید در انتهای دوره پیام‌های احساس رضایت و موفقیتتون رو برام بنویسید که هیچ چیزی برای من از این خوشحال کننده تر نخواهد بود. دمتون گرم. فعلا خدا نگهدار.